دوستان عزیز، جدیداً در آپدیت جدید تلگرام یک باگ جدید به وجود اومده که خیلی از ادمین های کانال های تلگرامی از اون استفاده میکنن و برای پست های خودشون بازدیدهای میلیونی ثبت میکنن. و اگر دقت کرده باشید مثلا توی یک کانال تلگرامی افرین یک پست 500,000 تا 600,000 تا ویو داره که خیلی از گسترده دارها این کارا رو میکنن و از مردمی که بابت تبلیغات ازشون پول میگیرند این تقلب رو استفاده میکنن. برای این کار اولا شما باید وارد یک کانال تلگرامی آهنگ بشید. من اینجا کانال خودم رو انتخاب کردم که معمولا آهنگ ها زیاد ویو میخورن. من اون رو انتخاب میکنم، انگشتم رو نگه میدارم، فوروارد رو میزنم و وارد سیو مسیج میشم. وقتی برمیگردم وارد سیو مسیج میشم میبینید که این آهنگ با بازدید 18700 نفر ثبت شده. انگشتم رو نگه میدارم، ادیت رو میزنم. در آپدیت جدید تلگرام سمت چپ یک گزینه اومده که شما میتونید فایل هایی که به همراه اون متن اتچ شده و پیوست شده رو ادیت بکنید. من روی اون دکمه میزنم و یک عکس رو انتخاب میکنم. اگر دقت کرده باشید عکس اعمال شده و ادیت شده اما مشخص نیست. برمیگردم و دوباره وارد سیو مسیج میشم، میبینید که عکس با همون بازدید 18700 نفر ثبت شده. انگشتم رو نگه میدارم، ادیت رو میزنم، متنی که از قبل آماده کردم رو پیست میکنم و تایید میزنم. متوجه میشید که این متن با بازدید 18700 نفر ثبت شده. کافی اون رو فوروارد بکنم داخل کانال پشت پرده و در همون ابتدا متوجه میشید که پست من با 18700 ویو ثبت شده. تقلبی که خیلی از ادمین ها از اون استفاده میکنن رو سر مردم رو کلا میذارن. سپاسگزارم.